با درود به دوره آموزش پایتون برای همه خوش اومدید. امروزه پایتون یکی از ضروری ترین زبانهای برنامه نویسی به حساب میاد و یک انتخاب بسیار خوب برای شروع برنامه نویسی هم هست. این دوره هم مناسب کساییه که از پیش با برنامه نویسی آشنان و هم مناسب کساییه که تازه میخوان برنامه نویسی رو شروع کنن. نه تنها این دوره هیچ پیش نیازی نداره، بلکه خودش پیش نیازی خواهد بود بر هر زبان برنامه نویسی که در آینده قراره یاد بگیرید. این دوره تنها یک پیش نیاز داره و اون اندکی پشت کاره. این تضمین رو بهتون میدم که در پایان دوره شما به یک برنامه نویس پایتون تبدیل خواهید شد، به شرطی که تمرین هایی که براتون تدارک دیدم رو انجام بدید و همزمان با من دستتون رو به کد آلوده کنید. بدون حرف اضافه دیگه ای وقتشه که شروع کنیم. در ابتدا وارد وبسایت python.org بشید و از بخش دانلودز آخرین ورژن پایتون رو دانلود کنید و در سیستم عاملتون نصب کنید. پس از اینکه فایل نصبیش رو دانلود کردید، اون رو باز کنید و نصبش کنید. نصبش داخل مک به این ترتیب هست. فقط یک نکته هنگام نصبش داخل ویندوز وجود داره. اونم اینه که در ابتدا باید حتما تیک این گزینه رو بزنید و اگر این گزینه رو نزنید پایتون به پث سیستم عامل شما اضافه نمیشه و نهایتاً کامند پایتون رو سیستمتون نمیشناسه و باید دستی اون رو اضافه کنید. در نهایت این تیک رو بزنید تا به این مشکل بر نخورید. پس از اینکه نصب پایتون در سیستم شما تموم شد، باید ترمینال یا کامند لاین رو باز کنید در ویندوز و بنویسید پایتون. یکم بزرگتر میکنم. من چون در مک هستم باید بنویسم پایتون 3، ولی شما در ویندوز کافیه بنویسید پایتون. کامند پایتون رو نوشتید و یک چنین خروجی دریافت کردید، یعنی کار ما به درستی انجام شده و پایتون در سیستم عامل شما نصب شده. به طور مثال من اینجا میتونم کدهای پایتون رو بنویسم و میبینید که کد پایتون ما کار میکنه. در هر صورت خیلی با این بخش کاری نداریم و میریم سراغ ادامش. در نهایت برای نوشتن کدهای پایتون ما نیاز به یک محیط برنامه نویسی داریم. شما میتونید هم از IDE PyCharm استفاده کنید و هم از VS Code استفاده کنید. هر جفت اینها کار ما رو انجام میدن و ادیتورهای بسیار خوبی هستند. من در این آموزش از VS Code استفاده میکنم. نصب VS Code هم خیلی کار سختی نیست و به خودتون میسپارم این بخش رو. وارد وبسایت VS Code بشید و VS Code رو برای سیستم عاملتون دانلود کنید. مراحل ساده ای داره. پس از اینکه نصب VS Code در سیستم شما به پایان رسید، در دسکتاپتون یک فولدر بسازید به نام Projects و این Projects رو درون VS Codeتون درگ دراپ کنید. من VS Code رو باز میکنم و سپس این فولدر رو داخلش باز میکنم. حالا شما میتونید در این قسمت کلیک راست کنید و یک فایل جدید بسازید. من یک فایل میسازم به نام hello و پسوندش رو میذارم .py. توجه کنید که .py پسوند مربوط به فایل های پایتون هست و وقتی که این فایل رو ساختم داخلش می نویسم print hello world و کنترل S رو می زنم تا سیو شه. من ابتدا این فایل رو بدون VS Code اجرا می کنم تا شما متوجه بشید که ما برای اجرای فایل های پایتون هیچ احتیاجی به VS Code نداریم. کافیه من یک ترمینال درون این فولدر باز کنم
و وقتی که ترمینال داخل این فولدر هست کافیه بنویسم پایتون و چون در مک هستم پایتون 3 hello.py و پس از اینکه این رو اجرا میکنم میبینید که hello world رو برای من پرینت کرده. یکی از امکاناتی که VS Code در اختیار ما قرار میده اینه که VS Code داخل خودش یک integrated ترمینال و یا یک ترمینال درونی داره و من میتونم از منوی بالا یک ترمینال جدید بسازم و اینجا بنویسم python 3 hello.py. میبینید که باز هم همون خروجی تولید شده و هیچ تفاوتی با این ترمینال نداره. حالا پیش از این که جلوتر برم شما باید این رو بدونید که VS Code نهایتاً یک ادیتور هست که برای همه زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده قرار میگیره و برای اینکه VS Code نسبت به کدهای پایتون کمی هوشمندتر عمل کنه ما نیاز داریم که اکستنشن مربوط به پایتون رو داخلش نصب کنیم. کافیه وارد این بخش بشید و تایپ کنید پایتون و نهایتاً این دوتا اکستنشن رو میتونید داخلش نصب کنید. پایتون توسط مایکروسافت. پس از اینکه این اکستنشن رو نصب کنید نهایتاً VS کد شما پایتون رو بهتر خواهد شناخت و نسبت به کدهای پایتون هوشمندتر عمل میکنه. میبینید که مثلا من پرینت رو پرانتز باز بسته کنم برای من یک سری راهنمایی ها اینجا نمایش میده و علاوه بر اون میتونید از این دکمه هم استفاده کنید برای اجرای فایلتون و اگر این رو بزنم میبینید باز هم فایل من اجرا شده با این تفاوت که به پایتون 3 به صورت دقیق اشاره کرده و همچنین به فایلم هم به صورت دقیق اشاره کرده. در برنامه نویسی یک مفهوم وجود داره به نام کامنت. کامنت ها در برنامه نویسی اون قسمت از کد به حساب میان که اجرا نمیشن و فقط اونجا نوشته میشه برای اینکه خودمون و یا هر توسعه دهنده دیگه‌ای در آینده کدمون رو دید بتونه بهتر و راحت‌تر کد ما رو متوجه بشه. برای ساختن یک کامنت در زبان پایتون ما از علامت هشتگ استفاده میکنیم و کافیه این تو هر متنی که دوست داریم رو بنویسیم و اگر یک پرینت اینجا انجام بدیم با هم و نتیجه رو ببینیم میبینید که کامنت ما هیچ تأثیری در خروجی نذاشته و ما میتونیم به همین ترتیب کامنت های بیشتری هم در کدمون ایجاد کنیم. در برنامه نویسی یک مفهوم وجود داره به اسم متغیر و یا وریبل. با استفاده از وریبل ها ما میتونیم یک دیتا و یا یک مقداری رو در حافظه نگه داریم و اون رو در آینده توی کدمون استفاده کنیم. برای تعریف کردن یک متغیر در پایتون کافیه ما یک اسم برای متغیرمون انتخاب کنیم. مثلا اسم رو من میذارم نیم و جلوش بنویسیم مساوی و سپس یک مقدار داخلش قرار بدیم. من حالا میخوام مقدارم یک مقدار متنی باشه. در پایتون برای اینکه ما یک مقدار متنی رو نمایش بدیم اون رو داخل دابل کوتیشن و یا سینگل کوتیشن میتونیم بنویسیم. من اینجا می نویسم next code و میام پایین تر. خب ما اینجا تونستیم یک متغیر به نام name بسازیم و این مقدار رو داخلش assign کنیم. حالا ما میتونیم بیایم و این name رو print کنیم. بگیم print name و اگر خروجی رو ببینیم میبینید که تونستیم این رشته متنی رو داخل این متغیر ذخیره کنیم و بعدش میتونیم ازش بارها استفاده کنیم و حتی میتونیم اون رو چند بار هم پرینت کنیم. فقط باید در نظر داشته باشید که ما اسم متغیرمون رو همین شکلی بنویسیم و اون رو داخل دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن ننویسیم،
چون اگر این کار رو کنیم ما دیگه اینجا داریم یک رشته متنی دارای این متن رو پرینت میکنیم و اگر خروجی رو ببینیم میبینید که خود نیم رو مستقیما پرینت کرده و به متغیرش اشاره ای نشده و باید حتما به این شیوه ما متغیرها رو بنویسیم. ما میتونیم یک متغیر دیگه هم بسازیم به نام age و یک سن داخلش وارد کنیم و همچنین میتونیم این سن رو هم نمایش بدیم. اگر باز خروجی رو ببینم میبینید که هم این متن و هم این عدد رو تونستیم ذخیره و نمایش بدیم. حالا میپردازیم به نحوه نامگذاری متغیرها. یک سری قواعد و اصول در اکثر زبانهای برنامه نویسی وجود داره و ما باید با پیروی از اون قواعد متغیرمون رو نامگذاری کنیم. به عنوان مثال ما نمیتونیم هنگام نامگذاری متغیرمون اولش عدد بنویسیم و اگر اینجا یک عدد بنویسیم میبینید که از ما یک ایراد گرفته و زیر کدمون هم خط کشیده و اگر من خروجی این کد رو ببینم ببینید که در خروجی هم این ارور رو اینجا نمایش داده. اما میتونستیم این عدد رو در بقیه کاراکترها داشته باشیم و اگر اینجا این عدد رو بنویسیم هیچ مشکلی وجود نداره و هیچ ایرادی از کد ما نمیگیره. نکته دوم اینه که ما نباید در متغیرمون از کاراکتر خط فاصله و یا کاراکتر اسپیس استفاده کنیم و در هر دو صورت میبینید که زیر کد ما خط میکشه و VS کد این ایراد ما رو به همون میگه. اما با این حال میتونیم از علامت آندرلاین استفاده کنیم و مشکلی نداره و اگر آندرلاین بذاریم میبینید که این متغیر رو میتونیم استفاده کنیم و هیچ ایرادی هم نداره. یک نکته دیگر هم در رابطه با نام متغیرها وجود داره. پایتون نسبت به نام متغیرهاش کیس سنسیتیو عمل میکنه. بنابراین هر یک از اینها با اینکه هر سه تاشون نیم هستند اما چون حروف کوچیک بزرگشون با هم فرق داره هر کدومشون یک مقدار جداگانه هستند و اگر من هر سه اینها رو جداگانه پرینت کنم میبینید که هر کدوم از اینها حاوی یک اطلاعات و اینها از هم متمایز هستند. نکته دیگری که در رابطه با متغیرها وجود داره اینه که تصور کنید ما یک متغیر مثلا نیم داریم و این مقدار داخلشه. در متغیرها ما میتونیم بیایم و مقدار متغیرمون رو دوباره تعریف کنیم و بنویسیم نیم مساوی باشه با next code ir و اگر من این رو پرینت کنم در خروجی خواهید دید که مقداری که آخر سر داخلش ریخته شده رو برای من نمایش داده. و اگر بخوایم این کد رو با هم تریس کنیم یعنی ببینیم که مفسر پایتون چجوری این کد رو میبینه. پایتون اینجوری این کد رو میخونه که میاد اینجا و میگه خب یک متغیر میسازم به نام نیم و این مقدار میاد پایین تر میرسه اینجا و میبینه خب نیم مقدارش مساوی شده با این مقدار، بنابراین مقدار داخل نیم رو تغییر میده و این مقدار جدید رو داخلش میریزه و آخر سر هم پرینت میشه نیم. نکته دیگری که وجود داره اینه که فرض کنید ما یک متغیر داریم به نام A و عدد 10 رو داخلش ریختیم. ما میتونیم در پایتون و همه زبانهای برنامه نویسی بیایم و متغیر دیگه‌ای بسازیم و مقدار B رو برابر با A قرار بدیم. یعنی ما A رو میریزیم داخل B و نهایتاً هم B مقدارش 10 هست و هم A مقدارش 10 هست و هر دوی اینها به یک بخش از حافظه اشاره میکنن. در متغیرهای پایتون ما میتونیم همزمان چند متغیر رو مثل A و B و C رو بسازیم و هر کدوم مقدارش بشه به ترتیب 1 2 و 3 و اگر من اینها رو پرینت کنم و نتیجه رو در خروجی ببینیم
میبینید که هر یک از اینها یکی از این مقادیر رو به ترتیب گرفته. در برنامه نویسی به قواعد یک زبان و نحوه نوشتن اون کدها میگیم کلاً سینتکس. به عنوان مثال ما در سینتکس پایتون باید اینجوری متغیرها رو تعریف کنیم، در حالی که در سینتکس جاوا اسکریپت به طور مثال برای تعریف یک متغیر اینجوری وارد عمل میشیم. نهایتاً هر دوی اینها یک معنی رو میده در زبانها، مانند زبانهای واقعی ما. با اینکه قواعد هر زبان با زبان دیگه فرق داره، اما همشون راجع به یک سری مفاهیم دارن صحبت میکنن. حالا نکته ای که در رابطه با سینتکس زبان پایتون وجود داره اینه که پایتون به ایندنتیشن ها و یا تو رفتگی ها بسیار حساسه و براش مهمه که کدی که ما داریم می نویسیم در چه سطحی هست، آیا اینجاست، اینجا و یا اینجا، به همین ترتیب. همچنین در پایتون هم مانند اکثر زبانهای برنامه نویسی ما میتونیم آخر هر لاین کدمون یک سیمیکالن هم بذاریم، اما به طور کلی در پایتون توصیه نمیشه شما این کار رو کنید و فقط در صورتی منطقیه که شما این کار رو کنید که میخواید یک کد دیگه هم در انتهای همون لاین بنویسید. مثلا من این رو پرینت هم میکنم و اگر خروجی رو ببینم میبینید که کار هم کرده، اما اگر من این سیمیکالن رو اینجا نداشتم میبینید که از پرینت من اینجا ایراد میگرفت و باید میومدم در لاین بعدی. در برنامه نویسی ما میتونیم داده های مختلفی رو به کار ببریم. مثلا ما الان با مقدار رشته متنی و یا استرینگ آشنا شدیم و دیدید که میتونیم داخل دابل کوتیشن و یا سینگل کوتیشن ما یک مقداری رو بنویسیم و اون رو حتی داخل یک متغیر هم بریزیم. به این نوع داده تایپ ها میگن استرینگ و یا رشته متنی. داده تایپ های بیشتری هم وجود داره. تصور کنید که ما یک متغیر به نام age داریم و توش عدد 25 رو ذخیره کردیم. اصطلاحاً به این نوع داده ها که یک مقدار عددی هستند میگیم اینتیجر و یا مقدار عدد صحیح. در برنامه نویسی داده تایپ دیگری وجود داره برای نمایش اعداد اعشاری. به عنوان مثال همه ما میدونیم که در ریاضی عدد p مقدارش تقریباً مساوی 3.14 هست. داده تایپ اعداد اعشاری اسمش فلوت هست. همچنین ما یک داده تایپ دیگه داریم برای مقدار true یا false که به این نوع داده ها میگن بولین. به عنوان مثال یک متغیر میسازم به نام is alive و مقدارش true هست و قطعاً هنوز زنده هستیم. و در نظر داشته باشید که در پایتون true باید حتماً به همین شیوه نوشته بشه و پایتون کیس سنسیتیو هست و به حروف کوچک بزرگ حساسه و اگر اینجوری می نوشتیمش دیگه پایتون این رو به عنوان یک true نمیشناخت و فکر میکرد این یک متغیر به نام true. خب این داده تایپ بولین حالا وقتشه که کمی با رشته های متنی بیشتر آشنا بشید. در پایتون ما میتونیم بیایم و پرینت کنیم یک رشته متنی رو، مثلا نکست کد رو اینجا بنویسیم و اگر خروجی رو با هم ببینیم میبینید که این رشته متنی رو برای من پرینت کرده. ما میتونیم در پایتون با استفاده از به اضافه 2 تا رشته متنی رو به هم متصل کنیم و اگر اینجا این رو بهش متصل کنیم و خروجی رو ببینیم میبینید که همش در قالب یک رشته متنی نهایتاً برای ما پرینت شده.
بنابراین وقتی که عملگر به اضافه بین دو تا رشته متنی قرار بگیره، اون دو تا رشته متنی رو به هم متصل میکنه. نکته بعد اینه که در پایتون وقتی که ما یک استرینگ میسازیم و مثلا توش مینویسم نکست کد، میتونیم در مقابل این استرینگ جلوش یک دات بذاریم و به یک سری توابع مربوط به استرینگ ها دسترسی داشته باشیم. به هر یک از این توابع میگن متد. متدها در واقع توابع درون آبجکت ها هستند که بحث آبجکت ها خودش یک بحث مفصل هست و در پایان این دوره به اونجا هم خواهیم رسید. من مثلا از متد .upper استفاده می کنم و الان خروجی تولید نمی کنه چون من پرینتش نکردم. میتونم این رو پرینت کنم و یا بریزمش داخل یک متغیر مثل تکست و تکست رو پرینت کنم و اگر با هم خروجی رو ببینیم میبینید که تونستیم استرینگی که داشتیم رو آپر کیس کنیم. و نکته اینجاست که ما میتونیم متدهای مربوط به استرینگ رو هم بچسبونیم به خود اون داده استرینگ و هم میتونیم بچسبونیم به متغیری که توش یک استرینگ وجود داره، مثلا text dot، و میبینید که اینجا هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی اگر من اینجا استرینگم رو آپر نکرده بودم، میتونستم همون موقع که دارم پرینتش میکنم هم این کار رو انجام بدم و در خروجی تفاوتی ایجاد نمیشه. هرچند که اگر من اینجا تکست رو آپر کنم، کلاً مقدار آپر کیس شدهش ذخیره میشه در متغیر تکست. اما اگر متد رو اینجا استفاده نکنم و اینجا صداش بزنم، فقط در همین جا تکست من آپر میشه و اگر جلوتر دوباره تکست رو پرینت کنم، میبینید که نهایتاً متغیر تکست ما ذخیره نشده، مگر اینکه میومدیم و میگفتیم خب تکست رو آپدیت کنه، ذخیره کنه با text.upper و در این حالت میبینید که متغیر تکست ما هم آپدیت شده. حالا تصور کنید که ما یک متغیر ساختیم به نام name و این مقدار رو داخلش ذخیره کردیم و پرینتش هم کردیم. حالا من میخوام با استفاده از به اضافه یک استرینگ دیگه رو قبل این بچسبونم و بنویسم welcome to و اسپیس این متغیر. اگر اینجا من این اسپیس رو نذارم، این دوتا به هم میچسبن و من این اسپیس رو میذارم که ظاهر کار بهتر شه. و اگر بخوایم بعدش هم چیزی بچسبونیم، میتونیم به این شکل بنویسیم، مثلا به این شکل. میبینید که میتونیم یک متغیر رو در میان دوتا استرینگ نمایش بدیم. اما اگر متن ما یه ذره طولانی تر بود و در یک پروژه بزرگ بودیم، خیلی سخت میشد که هی بخوایم این وسط اینا رو به هم بچسبونیم، دوباره اینجا اسپیس بذاریم و همش حواسمون به این چیزها باشه. در پایتون میتونیم به طریقهای دیگه ای هم همین خروجی رو تولید کنیم. یک روش اینه که ما بنویسیم print و هنگام ساختن این استرینگ کافیه قبلش از یک f استفاده کنیم. به این نوع استرینگ ها میگن f استرینگ و درون یک f استرینگ ما میتونیم هم متنمون رو بنویسیم و هم متغیرهامون رو درون یک آکولات صدا بزنیم و میتونم در ادامهش این متن رو هم بنویسم. و اگر خروجی رو دوباره ببینیم، میبینید که هر دو خروجی یکسان هست. ما حتی میتونیم درون این آکولات هر کد پایتون دیگه ای رو بنویسیم و مثلا میتونیم حاصل دوتا عدد هم اینجا حساب کنیم و اگر دوباره خروجی رو ببینیم، میبینید که حتی این دوتا رو با هم جمع کرده. میتونستیم بنویسیم name و .upper. در واقع ما این بین میتونیم کد پایتون بنویسیم و میبینید که آپر کیس هم کرد.
روش دیگری برای تولید همین خروجی در پایتون وجود داره و اون استفاده از متد فرمت در استرینگ ها هست. متد فرمت اینجوری عمل میکنه. فرض کنید ما این متن رو داخلش داریم و میخوایم اینجا یک مقدار رو دریافت کنیم. من کافیه یک آکولات باز کنم و جلوش با استفاده از متد فرمت به جای این آکولات بنویسم name و اگر این رو پرینت کنیم و خروجی رو با هم ببینیم میبینید که تونستیم این مقدار رو از بیرون بفرستیم به جای این آکولات. حالا ما میتونستیم به جای این name بیایم و همین متغیرمون رو براش ارسال کنیم و میبینید که انجام شده. حالا اگر میخواستیم میتونستیم در ادامه داشته باشیم and I'm years old. ما میخوایم سن هم براش بفرستیم، یک عدد هم باید بفرستیم و کافیه یک کاما اینجا بذاریم و دومین مقدار رو بفرستیم، مثلا 20. نکتهش اینجاست که اولین پارامتر این تابع مربوط میشه به اولین آکولات و دومین پارامترش مربوط میشه به دومین آکولات. و حالا خروجی رو با هم ببینیم میبینید که عدد 20 رو هم ارسال کردیم درون این استرینگ. ما حتی میتونیم بیایم و برای اینها یک عدد هم بذاریم و باید از عدد 0 شروع کنیم و یکی یکی بریم بالا. و اگر من اینجا عدد 0 رو گذاشتم یعنی این که در تابع فرمت برو سراغ صفرمین پارامتر و به جای 0 بنویس name، به جای 1 هم این مقدار رو بنویس و اگر 2 هم وجود داشت اینجا باید مقدار دیگه‌ای هم ارسال می‌کردیم. و حالا اگر خروجی رو دوباره با هم ببینیم می‌بینید که تفاوتی هم نکرده. حالا ما میتونیم بیایم و جای اینها رو عوض کنیم. حالا که هر کدومشون یک عدد دارن پس میتونیم بیایم بگیم 0 میخوام اینجا باشه و 1 میخوام اینجا باشه و حالا در خروجی ببینیم میبینید که به جای 1 20 رو ارسال کرده و به جای 0 name رو ارسال کرده در این متن. و نکته پایانی این که ما میتونیم بیایم اینجا و برای هر کدوم از اینها یک اسم بذاریم. مثلا برای این من اسم first name رو انتخاب میکنم و برای این اسم age و بعد از اینکه این اسم رو تعریف کردیم جلوش در تابع فرمتمون باید بیایم و مقادیر رو به این شکل ارسال کنیم. بنویسیم first name مساوی بشه با حالا اینجا هر مقداری رو که میخوایم براش بفرستیم. من مثلا یک name می نویسم اینجا و باید بنویسیم age مساوی بشه با حالا یک عددی هم اینجا می نویسم. و اگر با هم خروجی رو دوباره ببینیم میبینید که این مقادیر رو ما تونستیم به این شیوه هم ارسال کنیم. حالا فقط کافیه که به جای این name از متغیر name استفاده کنیم که مقدار این متغیر رو ارسال کنه درون این استرینگ و میبینید که خروجی ما دوباره تولید شد. نهایتاً برای خودتون کار رو سخت نکنید و از هر کدوم از این روش هایی که دوست دارید استفاده کنید. من خودم معمولاً از روش f-string استفاده می کنم چون خلاصه ترین روش هست به نظر من. اما خوب بود که بدونید همه این روش ها در پایتون وجود داره و چه زبان قدرتمندی است. یک نکته ای که در پایتون باید بدونید اینه که تصور کنید ما اومدیم پرینت کردیم age و میخوایم با استفاده از به اضافه اینجا یک عدد رو نمایش بدیم. اما اگر خروجی الان با هم ببینیم میبینید که گفته نمیتونه یک اینتیجر رو با یک استرینگ جمع کنه. این به این خاطره که پایتون وقتی دوتا استرینگ رو میبینه اینها رو با هم متصل میکنه، اما وقتی که دوتا عدد رو میبینه اینها رو با هم جمع میکنه. پایتون نمیدونه که از کدوم زاویه باید به این قضیه نگاه کنه. برای این که ما بخوایم این عدد رو بچسبونیم به این استرینگ باید این رو حتما تبدیل به یک استرینگ کنیم
مثلا اگر 20 من به این شکل بود دیگه ایرادی از کد ما گرفته نمیشد. روش درستری برای تبدیل یک عدد به یک استرینگ وجود داره و اون استفاده از تابع str هست. ما اگر درون یک تابع str یک عدد رو بنویسیم، مثلا به این شکل، نهایتاً خروجی این تابع این خواهد بود. و اگر الان من خروجی رو ببینم، میبینید که باز هم کد من رو پرینت کرده و من اگر این رو داخل یک متغیر هم ریخته بودم، می اومدم و این متغیر رو با استفاده از تابع str داده تایپش رو تغییر میدادم و از اینتیجر می کردمش استرینگ و می بینید که این کار انجام میشه. و حتی برعکس این هم صادقه. تصور کنید که ما میخوایم یک عملیات جمع بین دو تا عدد انجام بدیم. مثلا 10 رو میخوایم با 20 جمع کنیم و اگر الان خروجی رو ببینیم میبینید که 30 رو اینجا پرینت کرده. اما اگر به طور تصادفی و اشتباهاً یکی از اعداد ما داده تایپش استرینگ بود، اون وقت میبینید که پایتون دوباره همون ایراد رو از ما گرفته و نمیتونه استرینگ رو با اینت جمع کنه. برای اینکه این مشکل هم حل شه، میتونیم از تابع اینت استفاده کنیم و تابع اینت دقیقاً برعکس str عمل میکنه و اگر یک عدد درون یک رشته متنی بهش داده بشه، اون رو تبدیل میکنه به یک عدد واقعی در برنامه نویسی. و در رابطه با اعداد و عملیات‌های ریاضی در جلسه بعد به صورت مفصل صحبت میکنیم. نهایتاً شما فقط این رو بدونید که در پایتون یک سری توابع وجود دارند برای تبدیل داده تایپ ها به هم دیگه و به این نوع توابع میگن توابع کاستینگ. تا الان ما از تابع پرینت بدون آشنایی خیلی زیادی تونستیم استفاده کنیم، اما تابع پرینت یک سری امکانات خیلی بیشتر هم داره. ما تا الان می اومدیم و یک مقدار برای پرینت ارسال می کردیم و پرینت این رو برای ما نمایش میداد در خروجی. ما میتونیم برای تابع پرینت بیش از یک مقدار رو ارسال کنیم و برای این کار کافیه یک کاما در کنار هر مقدار بذاریم و یک مقدار دیگه رو مقابلش بنویسیم. مثلا ولیوی 3 کاما ولیوی 4. من حالا همه رو استرینگ دادم اما مجبور هم نیستیم، میتونیم یکیش رو عدد بدیم، میتونیم یکیش رو ترو یا فالس بفرستیم و اگر الان خروجی رو ببینیم میبینید که این مقادیر رو به ترتیب پرینت کرده و با اسپیس اینها رو از هم جدا کرده. بنابراین با این شیوه هم میشه چند تا مقدار رو به هم چسبوند و ما حتی میتونیم بیایم و جدا کننده اینها رو از یک اسپیس تغییر بدیم و باید بیایم اینجا یک کاما بذاریم و دیگه باید بنویسیم سپ و مساویه و اگر توجه کنید این قسمت آبی رنگ برای ما روشن میشه و قبل از این ما روی values بودیم هنوز و داشتیم مقادیر رو براش ارسال میکردیم و به محض اینکه سپ رو مینویسیم مساوی میذاریم میبینید که در حالت دیفالت یک اسپیس خالی داخلش قرار داده شده و ما میتونیم به جای این مثلا یک دش و 2 تا اسپیس کنارش بذاریم و همینطور که الان میبینید این ولیو ها رو تونستیم از همدیگه با این سپریتور جدا کنیم. من حالا مثلا اینجا چند تا ستاره میذارم و میبینید که به این شیوه ما میتونیم از تابع پرینت هم استفاده کنیم. اما در نهایت ما در حال حاضر فعلا فقط از توابع استفاده میکنیم و به این که اون توابع چطوری درست شدن و چطوری کار میکنن فعلا خیلی کاری نداریم تا اینکه برسیم به بحث مربوط به توابع که در آینده به اونجا خواهید رسید.